سلام به همه شما عزیزان. در فراگمان دوم قسمت سوم سریال ترکی داستان یک شب که ماهر به مادر خودش میگه که آنقدر همه چیز به هم ریخته که نمیتوانم درستش کنم و به همراه جانفضا در ماشین میباشد. Her şey o kadar karıştı ki nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Neyi tutsam elimde kalıyor anne. اما در ادامه جانفضا و ماهر با هم دعوا میکنند و جانفضا به ماهر میگه که مرد فقط یک بار قول میده اورفالی و روش میستد، اما تو این کار را نکردی و الان من قول میدم که تو دیگر من را نبینی. در ادامه میبینیم که سلیم، کورشاد و جانفضا در ماشین در راهی برگشت هستند که ماهر با ماشین وسط راه میستد و سلیم ماجرای مرگ پدر ماهر را میگه، اما ماهر از جاده کنار نمیره و باعث میشه ماشین جانفضا و کورشاد به درد بیفتد. اما آیا زنده میمانند معلوم نیست. در آخر نظر شما عزیزان در این باره چیز در بخش کامنت ها نظر زیبایتان را بنویسید، لایک و کامنت و سابسکرایب کانال ما را فراموش نکنید. اگر از این ویدیو لذت بردید برای تماشای ویدیوهای بیشتری که از این دو ویدیو را انتخاب کنید. تا دیدار بعد، مثل همیشه بدرود.